بدهیم. خب امروز به قسمت چهارم از داستان ام رومان رضی الله عنها رسیدیم. گفتیم همسر ابوبکر صدیق، مادر صدیقه بنت صدیق ام المؤمنین عایشه، مادر شوهر مادر زن رسول خدا صلی الله علیه و سلم، مادر صحابی بزرگوار و مجاهد عبدالرحمن بن ابی بکر. حالا خودشون هم که خودش داره همه اون فضایل سابقین اولین هست و اشاره کردیم که در اون فتنه و در آزمایش بزرگ افک که توسط منافقین بر خانواده ایشون و امت مسلمانان وارد شده بود، چگونه الحمدلله این خانواده سربلند بیرون اومدن. به اونجا رسیدیم گفتیم که خب طبیعتاً این نسل اولیه اسلام، این نسل اولیه‌ای که شاگردان رسول خدا صلی الله علیه و سلم هستن، مستقیما از منبع اصلی هدایت رو می‌گرفتن. همه آموزش‌ها و برنامه‌هایی رو که بود. مثلا عنوان مثال در بحث عبادت نقل شده که ایشون نقل میکنه که ابوبکر صدیق رضی الله عنه منو دید و که من بالاخره نمازم رو انجام دادم و نمازم رو خوندم. من نگاه کن توضیح داد که نماز با عجله نیست، نماز با شتاب نیست. چرا که ابوبکر صدیق میگه من شنیدم از رسول خدا صلی الله علیه و سلم هر کدوم از شما وقتی نماز میخونه در نمازش آرامش داشته باشه، اطراف خودش رو جمع بکنه، مثلا در یک مثلا ذهنیتش متمرکز باشه. چرا که انسانی که در نماز قرار میگیره باید دارای شرایطی باشه که مثلا اونجا اشاره کرده در مورد ادیان سابقه نباشه که برخی نماز رو با عجله میخوندن بدون حضور ذهن یا مثلا نامرتب و فلان. یا کنه این نحوه آموزش ها رو اینگونه داده می شده. حالا مثلا در میدان دعوت و استغفار و دعا و اینها خیلی جالبه. میگن ام رومان با همسر خودش ابوبکر صدیق، خب اینا دیگه نمونه های اولیه این حقیقت هستن که انسان باید چگونه مثلا یک فردی که طالب آب دنبال آب میره، طالب مثلا غذا هست به دنبال غذا میره، نیازی که داره، حالا نیاز مالی داره، خونه میره دنبال کار مسکنش، مثلا میخواد لباس بخره، یه چیزی رو که طلب میکنه. یکی از مواردی که انسان مسلمان داره طلب دعا هست از انسانهای نیک و خیر، انسانهای صالح و زنده. طلب دعای خیر از پدر و مادر هست، طلب دعا از دوست مؤمن هست. دقت میکنید، طلب استغفار و بخشش هست در هر فرصتی، چرا که این یک نیازی که انسان مؤمنه. حالا ابوبکر صدیق با ام رومان همسرش به نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم میرن که نقل میشه که ام رومان میگه ابوبکر صدیق اومد و ام رومان تعریف میکنم که میگه رفتن پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم. رسول خدا گفت خب برای چی اومدید پیش من، چه کار دارید؟ اصلا مشخص بود برای یه کاری رفتن. ابوبکر رو همسر خودش ام رومان رو بهش کرد که یا رسول الله تستغفر لعائشه و نحن شهود. یه خواهشی از شما داریم، یه طلبی داریم، برای عایشه طلب بخشش بکنید. چون بالاخره یا کنید حتی خداوند خطاب به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه واستغفر لذنبک و لذنوب المؤمنین، برای خودت و برای مؤمنان طلب بخشش بکن. در سوره اذا جاء نصر الله و الفتح خدا چی میگه؟ استغفار کنه ای محمد. این طلب بخشش کردن شامل همه هست. حالا فرض کنید که خب رتبه بعد از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شامل اصحابم میشه. گفتن یا رسول الله برای عایشه طلب بخشش بکن، در حالی که ما هم شاهد این حالت شما باشیم و لذت ببریم. میدونستن که دیگه این گنجینه بزرگوار را از اون چه نعمتی میشه ازش بهره مند شد. ماها که متاسفانه محروم شدیم از دیدار رسول خدا صلی الله علیه و سلم و از اینکه بتونیم از برکات و دعای خیر ایشون به قول معروف ما هم بهره مند بشیم. اما ناامید نباید باشیم، دنبال داستان رو داشته باشیم ببینیم چی میشه. میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دست به دعا بلند کرد که اللهم اغفر لعائشه بنت ابی بکر، خدایا عایشه دختر ابوبکر مورد بخشش و رحمت خودت قرار بده، مغفرتن ظاهرتن و باطنتن، یک بخششی که هم آشکار هست هم پنهان هست، هم ظاهری هست هم باطنی هست. لا یغادرها ای ذنب یا لا یغادرها ذنب، هیچ گناهی دیگه براش باقی نمونه. خدای اینجوری عایشه رو ببخش. به مجرد اینکه این صحنه رو تماشا رو پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این دعا رو کرد و دید این مادر پدر اینقدر خوشحال شدن، نگاه کنید اینجا دیگه بشارتی برای همه امت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هست. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت نگاه کنید این دعای من هست، ما زلت هذه دعوتی، این دعای من همیشه است، لمن اسلم من امتی، هر کسی که از امت من مسلمان بشه، من لدن بعثنی الله الی یوم هذا، تا روز قیامت هر کسی که از امت من مسلمان بشه این دعای من شامل حال اون
میشه. این رحمت های الهی خداوند ماها رو بی‌نصیب نکنه. در هر صورت رسول خدا، رسول بزرگوار صلی الله علیه وسلم، ام رومان رو خیلی مورد توجه قرار میداد، اکرام میکرد ایشون رو. بالاخره مادر همسرشون بود، شاگردشون بود، همسر ابوبکر صدیق بود، مادر اون صحابی بزرگوار عبدالرحمن ابن ابی بکر بود و چرا که میدید که این ام رومان دائما به دنبال سعادت و خوشبختی و موفقیت و رضای الله رب العالمین و رضای خوشنودی پیامبر هست و میدید که چگونه وقتی پیامبر خدا صلی الله علیه و صحبت میکنه ایشون سکوت میکنه و توجه میکنه و چگونه رفتاری داره با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. این که بالاخره اصحاب سیر، اونایی که سیرت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو نوشتن، نقل میکنن که ام رومان خیلی توجه خاص داشت در احترام نسبت به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و اینکه اگر پیامبر موردی رو در مورد ایشون پیش میومد، در مورد ام المؤمنین عایشه، میپذیرفت. اینطور نبود که خدایی نکرده بخواد جنگ و دعوا بکنه یا مخالفت بکنه مثل برخی از انسان‌هایی که بدون که تشخیص بدن چه به چه هست. و این نمونه ادب و آداب یک مسلمان هست در برابر رسول خدا صلی الله علیه و سلم. و اگر وقتی مثلا موردی پیش می اومد که پیامبر تذکری رو میداد که مثلا در این مورد مواظب باشید، مثلا زیاده روی نکنید، افراط نکنید، ساکت بودن، سمعا و طاعتا بودن. ابن سعد نقل میکنه در طبقات خودش در مورد وفات ام رومان و میگه که ام رومان یک زن صالحه و نیکی بود و در زمان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در ذوالحجه سال سوم از هجرت از دنیا رفت و وفات ام رومان یک تأثیر خوب عظیمی بر قلب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ایجاد کرد و همچنین در دخترش ام المؤمنین عایشه و همچنین در مورد ابوبکر. و این خوب چرا که اینها گفتم هم شاگردان اولیه بودن، هم کسانی بودن که از نسل اولیه دعوت اسلامی هستند. بالاخره وابستگی ها و این مواردی که وجود داشت. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در قبر ام رومان رفت قرار گرفت و براش طلب بخشش کرد. نگاه کنید، میاد که قد نزل رسول الله صلی الله علیه و سلم فی قبرها، رفت داخل قبرش و استغفر لها، برای ایشون طلب بخشش کرد. میگه اون چی که نقل شده که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فقط برای 5 نفر داخل قبر شد و این فضیلت شامل حالشون شد، هرچند که دعای پیامبر شامل حال همه هست که 3 نفر میگن زن بودن و 2 تا مرد بودن که از این 3 نفر زن یکی ام المؤمنین خدیجه هست که در مکه این اتفاق افتاد و 4 نفر دیگه در مدینه بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این کار رو انجام داد. وقتی پیامبر در قبر ام رومان رفت قرار گرفت و وارد قبرش شد، گفتش که اللهم انه لم یخف علیک ما لقیت ام رومان، خدای این ام رومان در راه مسیر تو، در راه دین تو از هیچ چیزی نترسید. دقت میکنید؟ از هیچ چیزی نترسید به خاطر حفاظت دین تو و به خاطر رسول تو. یعنی تو هم اون رو حمایت کن که درش الان که در قبر قرار میگیره دچار ترس و ناراحتی نشه. و این بهترین دعای رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست و خاتمه ای که نصیب هر کسی میشه. نگاه کنید در آیه 23 از سوره هود خدا چی میگه؟ ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات، کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن و اخبتوا الی ربهم، و امید داشتن به پروردگارشون، اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون، اونها یاران بهشتن و به صورت جاودان در بهشت قرار میگیرن. خب طبیعیه که این صحابی بزرگوار ام رومان هم یکی از زنان مسلمانی است که این چنین تسلیم این برنامه الهی شده و در تاریخ اسلام از ایشون اینقدر بزرگواری ها نقل شده و از این دیگه واقعا چه بشارتی بزرگتر. ابن سعد با سند خودش نقل میکنه در مورد ایشون که میگه وقتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در قبر ایشون قرار گرفت، یعنی ام رومان رو در قبر گذاشتن، پیامبر این جمله رو فرمودند: من سره ان ینظر الی امرأة من الحور العین، هر کی خوشحال میشه، لذت میبره یعنی براش یک عمل شعف انگیز و رضایت بخشه که به زنی نگاه بکنه که از حوریان بهشت است، حوریان عین بهشت، حوریانی که کاملا یعنی حقیقت یه حوری بهشتی هست، باید به ام رومان نگاه بکنه. و خب این حدیث خودش اصلا دلالت بر این داره که ام رومان بهشتی هست و دلالت بر بهشتی بودن ایشون داره. ضمن این که من یادآوری کردم، فراموش نکنید اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و سلم بر اساس وعده الهی کلا وعد الله الحسنا، همه شامل حالشون بهشت میشه، اما فضیلت ها
بالاخره برخی بیشتره، برخی کمتر هست. اصحاب بدر هستن، مهاجرین و انصار هستن، سابقین اولین هستن، اصحاب بیعت رضوان. بالاخره این رتباتیه که بالاخره فردی به تناسب اون چیکار میکنه، بهره مند میشه. خب ام رومان که همه این فضایل رو با خودش همه رو جمع کرده. نکته خیلی جالبی که از ایشون نقل میشه که اینی که ایشون یک روایت در صحیح بخاری از ایشون نقل شده. حالا که در مورد بحث روایات نگاه کنید، افرادی که خب قبل از فوت پیامبر صلی الله علیه و آله دنیا رفتن، وفات ایشون یا عمر کوتاهی داشتن، طبیعتاً روایات کمتری از اینها وجود داره. افرادی که عمر طولانی تری داشتن و حیات بیشتری داشتن مثل ام المؤمنین عایشه و دارای ذکاوت و هوش قوی تری بودن، طبیعتاً روایت های بیشتری از ایشون نقل شده. خداوند این همسر ابوبکر صدیق ام رومان رضی الله عنهما رو در بهشت برین خودش قرار بده، به چهره اینها رو نورانی بکنه، چرا که پروردگار میگه ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. حالا ما امیدواریم که خداوند همه ما رو در اون شرایط قرار بده بتونیم بهره مند بشیم از برنامه‌های ایمانی و از دروس ایمانی، چرا که انسان به طبیعت اینگونه خلق شده که باید در این میدان آزمایش قرار بگیره، حرکت بکنه، گام بزنه برای رسیدن به حقیقت، برای رسیدن به سعادت و خوشبختی. و طبیعت زندگی نگاه بکنید مثل یک نموداری بالا پایین داره، مثل مسیر جاده‌ای است که گاهی شما باید سربالایی برید، گاهی سرپایینی میرید، گاهی مسطح است. و این طبیعت زندگی در این میدان‌های آزمایش همه اینگونه بودن. وقتی که بهترین افراد نسل اولیه اسلام دارای همه این آزمایش‌ها هستن، طبیعتاً ما هم در زندگی این آزمایش‌ها رو پشت سر خواهیم گذاشت که امیدواریم میتونیم از همه این آزمایش‌ها سربلند بیرون بیایم و به فضل الله رب العالمین رحمت خدا شامل حال ما بشه و اگر خطا و لغزشی داریم الله ما رو مورد بخشش قرار بده. و این دعای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله رو فراموش نکنید که میگه برای همه امتم من این دعای بخشش و رحمت رو کردم و میکنم. تا برنامه دیگه و داستان صحابی دیگه در پناه خدای مهربان باشید. خداوند یار و نگهدارتون.